به به، چه روزای قشنگی این روزا. سلام و وقت بخیر عرض میکنیم خدمت شما عزیزان. خیلی خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویژه برنامه‌های خانه و کاشانه. تو این برنامه‌ها راجع به نکات خرید، پیش خرید، فروش مسکن، همراه با بررسی مناسب ترین تکنیک‌ها و راه‌های دریافت مورگیج، همه از رادیو ترنج کانادا با شما صحبت میکنیم. دانا بینا هستم در کنار یکی از کارشناسان خبره این حوزه، سرکار خانم مریم زارپور، متخصص و کارشناس وام مسکن در اسکوشیا بانک کانادا. مریم خانم سلام، وقتتون بخیر باشه. با سلام خدمت شما بینا، ممنون از دعوتتون. خیلی متشکرم، ممنون از شما خانم زارپور. خیلی سوال میپرسن کسانی که در واقع نیوکامر هستن و کسایی که خونه اولی هستن، میگن که ما چه وام مسکنی میتونیم برای خرید خونه اینجا دریافت کنیم، چون دو مدل وام و تسهیلات مسکن داریم، یکی برای خونه اولی‌ها و یکی برای نیوکامرها. تفاوت این دوتا اصلا چیه؟ چه مزایایی داره، چه معایبی داره و اینکه به درد کی میخوره، چه شرایط خاصی داره؟ اینو بیشتر از شما بشنویم چون خیلی سوال میشه و در واقع پیامک‌های زیادی در این خصوص دریافت کردیم. حتما در خدمتتون هستم. بله، موضوع بسیار جذابی هست خانه اولی ها. مسئله اصلی که من در مورد وام مخصوص خانه اولی ها میتونم توضیح بدم این هستش که دوستانی که اولین خونهشون رو میخوان در کانادا بگیرن میتونن زیر 20% داون پیمنت بذارن. تا سقف خریدی هم که میتونن جلو برن تا زیر 1 میلیون هستش. 1 میلیون دلار؟ بله، تا 999,999. بله، تا سقف 1 میلیون دلار میتونن خرید کنن، زیر 20% هم میتونن داون پیمنت بزنن. البته یه سری قوانین داره زیر 20%ش. تا 500,000 تای اول 5%، بالاتر از 500,000 تا باید 10% داون پیمنت بذارن. مینیمم 10% باید داون پیمنت بذارن تا 20% میتونن حتی بذارن. دقیقاً. اگه 20% بذارن خب هم در واقع از اون اقساطشون کمتر میشه، هم خب راحت تر میتونن بدن، ولی تا 10% مینیممشه برای 1 میلیون دلار. درسته؟ تقریبا میشه 7.5%، 8%. آره تقریبا. آره تقریبا. یعنی عزیزان دل خانه اولی اگر بخوان یه خونه 1 میلیون دلاری، حالا برای اینکه روند بشه ما میگیم 80,000 دلار اگر بذارن میتونن در واقع 920,000 دلار تسهیلات بانکی بگیرن که حالا ریتش هم مشخصا حالا بعداً به نسبت به هر بانک و هر داستان متفاوت. حالا من سوالم این هستش که به کی میگن خونه اولی؟ اگه کسی باید 20 سال اینجا باشه و اولین خونه‌شو بخواد بگیره، اونم خونه اولی محسوب میشه یا نه؟ بله، اگر تا حالا هیچ پراپرتی اینجا نخریده باشن فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. شما میتونین این در واقع زیر 20% داون پیمنت بذارین و در واقع خریدتون رو انجام بدین. نکته بسیار مهمی که در مورد خانه اولی ها یا در واقع داون پیمنت زیر 20% من باید اینجا مطرح کنم این هستش که معمولاً بانک ها دوست دارن 80% وام بدن و شما 20% داون پیمنت بذارین. به این مدل مورگیج میگن کانونشنال مورگیج. اوکی؟ ولی وقتی که شما زیر 20% داون پیمنت میذارین، بانک دوست نداره، در واقع حس میکنه که خیلی ریسکی هست این معامله. دقیقاً بهش ظلم شده. وین نیست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ در واقع کمپانیایی به نام دیفالت اینشورنس مورگیج وارد عمل میشن. در واقع اینها گاورمنت بادی هستن. اینها وارد عمل میشن و میگن ما این در واقع کمبوده در واقع داون پیمنت رو ما بیمه میکنیم و بر اون اساس در واقع شما یه سری هزینه دیفالت مورگیج هم باید بدین. پریمیوم اون مورگیج بر اساس میزان دانی که گذاشتین و میزان کل وامی که میخواین بگیرین در واقع محاسبه میشه و در واقع
توی طول زمانی که برای پرداخت اون وام به شما داده میشه این پخش میشه و شما باید اون رو پی کنید. یعنی یه بیمه دیفالت بیمه در واقع اینشورنس هم اضافه میشه به اقساطی که ما داریم پرداخت میکنیم. دقیقاً. مسئله مهمی که اینجا هست وقتی که شما خانه اولی هستین و زیر 20% میذارین، اول باید اینشورنس کمپانی شما رو در واقع تایید کنه. اوکی؟ در واقع فایل شما رو مثلا میفرستیم ما به CMHC. درسته که ما تایید میکنیم به عنوان بانک، اوکی؟ ولی دیفالت اینشورنس کمپانی چون اون در واقع نفر اوله که باید تایید کنه، یک، شما از نظر فاینانشالی و کردیتی اوکی هستین، دوم اون خونه‌ای که میخواین بخرین آیا اونها اوکی هستن با اون خونه یا نه. برای همین یک مقداری قوانین برای این مدل مورگیج خیلی در واقع بلک اند وایت استریکت هستش و در واقع به صورت کلی هزینه‌های اون خونه نسبت به اینکام باید دقیقاً بشه 39%. کل هزینه ها و بدهی های شما به اینکام باید بشه 44%. اوکی؟ و دیگه فلکسیبیلیتی برای این در واقع نسبت و ریشیو نیستش. ولی وقتی شما 20% داون پیمنت میذارین اون دیگه بستگی به بانک داره، یه مقداری متفاوت با همون راه میان چون میبینه وین وین داری کار میکنید 20%. بله به اعتبارتون راه بستگی داره چه پروگرامی اون بانک داشته باشه، آیا مثلا پایلوت پروگرام داشته باشه. بانک ها متفاوت هستن، برنامه هاشون هم همش در حال تغییر هستش. یه سوالی که مطرح میشه چه فاکتورهای مهمه تو این زمینه بجز اون دان پیمنت؟ آیا درآمد هم مهمه برای خونه اولی یا فاکتورهای دیگه هم هستش که باید بهش بپردازیم؟ دقیقاً برای خونه اولی ها وقتی شما زیر 20% دارین داون پیمنت میذارین، در نتیجه شما در واقع درخواست وام بالاتری رو میکنین. اوکی؟ چون درخواست وام بالاتری رو میکنین، هزینه های این وام برای شما بالاتر خواهد بود. وقتی هزینه های شما بالاتر بشه، پس شما باید درآمد بیشتری رو نشون بدین. مثلا میگم اگر برای $100,000 داون پیمنت، اگر با درآمد $100,000 شما بخواین یه خونه‌ای بخرین که میخواین 20% داون پیمنت بذارین، اوکی، مثلا حدوداً $500,000 وام اپروو بشین، ولی اگه خانه اولی برین جلو و زیر 20% داون پیمنت بذارین با همون درآمد 100,000 تا، شما وام حدودا مثلا 420-430 تا اپروو میشین. کمتر. چرا؟ چون اینجا یه هزینه مورگیج هم میاد. درسته و در واقع شما دارین وام بیشتری دریافت میکنین. اوکی. و الان طوری که دارین حساب میکنیم فرمودید عملا درآمد سالیانمون رو باید حدوداً ضرب 5 کنیم و میشه تقریبا آره ضرب در 5. حالا بستگی داره به خیلی چیزا بسته، ولی تقریبا برای اینکه یه عددی تو دستتون بیاد ضرب در 5 باید بکنین. ولی وقتی خانه بخواین زیر 20% برین جلو یه مقداری کمتر وام میگیرین. این در واقع تسهیلات خونه اولی برای کیا مناسب هستش که استفاده کنن؟ و البته نیوکامرها رو، چون نیوکامری که اومده اینجا سوالش اینه که آیا من از تسهیلات وام مسکن، حالا اونم باید توضیح بدید مثلا اونم چی هستش، از تسهیلات وام خونه اولی استفاده کنم یا در واقع نیوکامر؟ حالا میخواین نیوکامر اصلا توضیح بدیم بعدش میگم. حالا چون داریم در واقع خانه اولی ها رو توضیح میدیم، من یه توضیح کوچیکی دیگه اینجا بدم در مورد درآمد. گفتیم برای کیا مناسب هست. معمولا first time home buyer در واقع این برنامه برای کسایی بهتر هستش که درآمد بالا دارن، درآمدشون نسبتا بالاتره ولی داون پیمنتشون پایینه. درست. یعنی با شرایطی که تو ونکوور ما داریم پیش میریم، ممکنه شما توی وینیپگ خیلی راحت بتونین خرید کنین، ولی تو ونکوور با خاطر بازار ریال استیتی که ما داریم معمولاً به این صورت هست. شما باید درآمدتون نسبتاً بالا باشه و در واقع ممکنه داون پیمنتتون کافی نباشه. اونطوری میتونین در واقع از این طریق عمل کنین. حالا برای کسایی که نیوکامر هستن و این اولین خونه‌شونه اینجا هست، این رو در واقع شما دوستان نیوکامر باید توجه کنن که یه سری از بانک ها در واقع پروگرام ویژه نیوکامر دارن. اوکی. قبلا سالهای قبل پروگرام نیوکامر این بود که شما 35% داون پیمنت میذاشتین و میتونستین 65% هم از بانک وام بگیرین.
حدوداً 1.5 تا 2 میلیون میتونستین وام بگیرین. الان به خاطر که شرایط یه مقداری فرق میکنه، پالیسی های بانک هم فرق میکنه، برنامه های ویژه‌شون هم فرق میکنه، 35% شما داون پیمنت میذارین، ولی باید در واقع درآمدی هم اینجا نشون بدین. حالا بسته به پالیسی بانک الان در حال حاضر ممکنه پارت تایم رو قبول بکنن، یکی ممکنه فول تایم رو قبول کنه، ولی موضوع نیو کامر پروگرام به این علت هستش که در واقع یک میدونن که شما به عنوان نیو کامر ممکنه درآمد خوبی نداشته باشین، هنوز خودتون رو در واقع استابلیش نکردین تو کانادا. دوم اینکه ممکنه کردیت اسکورتون آنچنان بالا نباشه چون زمان کوتاهی هست اینجا اومدین، ولی خب به خاطر اینکه در واقع مهاجرت کردین 35% ممکنه داشته باشین و پروگرام خیلی خوبی هستش اگر افراد بتونن در واقع 35% میت کنن. 35% چیز در واقع این برنامه تحصیلات نیو کامر رو شما توصیه میکنن اگر بشه یکی شاید بهترین تحصیلات بانکی که بشه دریافت کرد این هست. فقط مشکلش اینه که 35% خب برای خونه‌هایی که بالا هستش شاید یه ذره زیاد باشه. و سقف تحصیلات بانکی که میدن چقدره؟ یعنی چند میلیون دلار ما میتونیم بگیریم؟ ببینیم بانک با بانک فرق میکنه. من و الان تا فردا ممکنه تغییر کنه. یه چیزی که هست معمولا بین 1 تا 1.5 میلیون دلار معمولا سقف، یعنی حدوداً خرید حدوداً 2 میلیون، یعنی حدوداً 2 میلیون 200 آره خرید بکنن و حدوداً 1.5 میلیون دلار آره. تقریبا دریافت کنن اگر که همه چیزاشون اوکی باشه، یعنی کردیتشون اوکی باشه، نسبت بدهی خریدشون کمتر از 44% باشه، بیشتر باشه یا کمتر. بستگی داره، پروگرام‌های بانک متفاوت هست. چون نیو کامر پروگرام هستش یه مقداری این پروگرام استثنائیه. اوکی، در نتیجه ممکنه 44% به قول معروف میزان بدهی‌ها تقسیم بر اینکامشون در واقع اون 44% نباشه، یه مقداری بیشتر باشه. در نتیجه بهشون امکان این رو بده که دوستان بیشتر بتونن خرید کنن. بانک با بانک فرق می‌کنه. و داون پیمنت 35% برای نیو کامرها. بله، داون پیمنت 35%. و این در واقع برنامه فرمودین برای کسانی مناسب هستش که یک مبلغ خوبی رو از کشور آورده باشن اینجا و حالا مثلا میخوان در واقع خریدی انجام بدن به عنوان نیو کامر و که باید حداقل از موقعی که لند کردن 5 سال کمتر گذشته باشه. بله، تا زیر 5 سال. تا زیر 5 سال هیچ پراپرتی به نامشون تو کانادا نباشه به عنوان نیو کامر. حتی اگر توریستی هم اومده باشه از اون تاریخی که اومده نشسته اینجا اون محسوب میشه، یا از موقعی که استاتوس رسمی مثلا دانشجویی اومدن یا ورک پرمیت گرفتن، اینطوری درسته؟ یا از وقتی که در واقع پی آر میگیرین، لند میکنین، لند پی آر در واقع شما نیو کامر به محسوب لند پی آر. لند پی آر در واقع اون تاریخی که ما نگاه میکنیم. متوجه شدم. آره. چون کسایی که پی آر نیستن که نمیتونن، تمپوراری هستن در واقع، اصلا سین نامبرشون متفاوت هست، به عنوان تمپوراری در واقع محسوب میشن. حمید از کوکیتلام یه سوالی که پرسیده بود این بود که آقا کسایی که دانشجو هستن یا اوپن ورک پرمیت دارن آیا اینا میتونن تحصیلات مورگیج بانکی بگیرن رو پیش خرید اینا انجام بدن؟ اتفاقا 20% فقط باید اضافه تر تکس بدن، درست؟ بله دقیقاً مطلب بسیار مهمی رو شما مطرح کردین. ببینین بستگی داره به کیس افراد. اگر شما میدونین که اگر دارین پیش خریدی رو انجام میدین، میدونین 2 سال یا 3 سال آینده بناس آماده بشه، چرا که نه؟ به قول معروف ما میگیم در واقع سوار موج میشیم، یه پیش پرداختی هم داریم کم کم میدیم، یه سرمایه گذاری هم داریم انجام میدیم، به موقع تحویل انشالله شما پیارتون رو که بگیرین اون زمان هست که شما میخواین برای وام اقدام کنین. البته من به دوستانی که در واقع تو این مسیر میافتم بهشون حتما این مسئله رو تاکید میکنم، قبل از پیش خرید یک بد نیست یه مذاکره با یه مشاوره با مورگیج ایجنتشون انجام بدن که در واقع تو دستشون بیاد که در واقع دریافت مورگیج چه مراحلی رو در واقع باید طی کنن، چون 2 سال یا 3 سال برای پیش خرید زمان خیلی خوبی هستش که شما یک میتونین کردیت اسکورتون رو بسازین، خیلی از بدهیاتون رو میتونین پیاف کنین، داون پیمنت خوبی رو میتونین سیو کنین و اینکه در واقع یک کار ردیفی، یک کار درستی داشته باشین، درآمدتون رو به اون حد برسونین، در واقع آمادگی پیدا کنین برای ما. برای همین قبل از
پیش خرید بد نیست این صحبت رو انجام بدین که تقریبا مثلا برای درآمد مثلا 100,000 تا من برای چه خریدی برم جلو، تقریبا تو دستتون بیاد که سورپرایز نشین. خیلی با برنامه‌ریزی دقیق بتونین ببرین جلو و به نتیجه. خیلی نکات خوبی فرمودین، متشکرم از شما خانم زارعپور. به عنوان جمع‌بندی و صحبت پایانی شما خواهش میکنم. جمع‌بندی که میتونم بگم این هستش که اگر دوستان در مسیر در واقع خرید خونه میخوان قدم بردارن، اولین کاری که میکنن حتما پری کوالیفای بشن، مطمئن بشن که برای چه میزانی میتونن برن جلو، در واقع همه اینها روی کاغذ بیاد و حالا پری اپرووال بگیرن یا نگیرن ولی تو دستشون بیاد که چه میزانی میتونن کوالیفای بشن. دوم اینکه هزینه‌های لازم برای کلوزینگ رو تو دستشون داشته باشن. سعی کنن که زمان لازم رو به بانک بدن برای سابجکت ریمووالشون. چقدر زمان؟ معمولا من میگم 5 تا 7 روز بیزنسی وقت بدن. الان جدیداً به خاطر مارکت خیلی در واقع فعاله، به سرعت رفته بالا، دوستان فهم میکنن بانک هم سرعتش میره بالا، در صورتی که در واقع این اتفاق نمیفته. بانک زمان خودش رو در واقع طی میکنه، پروسه خودش رو داره و این مسئله بسیار مهمی هستش که میخواستم مطرح. و دام پیمنت مسئله‌ای که هست دوستان، وقتی اگر شما دارین دام پیمنت رو از خارج میارین، مطمئن باشین که 90 روز هیستوری توی حساب بانکتون حتما داشته باشه، چون این خیلی پالیسی بسیار مهمی هست که در واقع بانک‌ها در واقع روش اصلا فلکسیبل نیستن. برای این اگر بناس پولی رو بیارین بعد در واقع تو مسیر قرار بگیرید. خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما، توضیحات بسیار ارزنده‌ای رو اشاره فرمودید. ممنون از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه ما هستید. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات و سوالات خودتون رو از طریق سامانه صوتی پیامک 604 655 7070 با ما به اشتراک بگذارید. متشکریم که شنونده ما بودید. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدارتون. متشکرم از شما خانم. خیلی ممنون.